امشب شب بارانی است، کلبه مادرم به یاد آمد. گفته ایجاد کرده است یکی از شاعران بزرگ تاجیک، لایق بزرگ. امروز عزیزان، ما در این باد و هوای بارانی، در این آب و هوای تازه، در این ایام فصل بهاری و عیدی بین المللی زنان، استاد عزیزم را، استاد سخن، بانوی سخن، خواهر نازنین شهلا احرار را تبریک میگوییم و آن یک لحظه های خرسندی را نیز پیشکش شما میکنیم. البته همیشگی میگویم با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم خانواده امروزه صاحب جشن ها. السلام علیکم بانوان عزیز، پدر مهربان. امروز که روز بین المللی زنان، بانوان، دختران است. من خواستم که از نام جماعی خود، از نام کمپانی شهنام که نام را استاد ماندند، امروز تبریکگویی آمدیم. پیش از همه که با جشن فاتحه‌های فرزند شما را تبریک گوییم که پدران پیش از همه هستند. بگذار خاندان پر از آواز گریه کودک باشد. هر بار آمده شمایان را تبریک گوییم. اکنون نوبت رسید که مادران مهربان را، زنهای زیبای امروز را تبریک گوییم. استاد عزیز لفظاتی، البته که امروز از همه روز به است. بهره مادران، هر یک صبحی که فرزند با مادرش صبح را پیشواز میگیرد، برای او همان روز بیرام و همان روز عید است. امروز شمایان را تبریک میگوییم. خداوند کریم هم فرمودند همان روزی که زن را آفریدند، گل نازی چمن را آفریدند. با حسن و قامتش اندازه کرده، سپس سرو و سمن را آفریدند. امروز یکی از روزهای بهترین است. امروز روزی خرسندی است. البته السلام علیکم. از رحمت امروز برای تبریک کردن مادران آمدیم. امروز بیرام بوده است. امروز 8 مارس روز خرسندی مادران. وصف کرده مادران مهربان را که انا همان گلهای زیبای بهاری را هم از حسن و جمال مادران خداوند عزیز آفریده بوده است. امروز در وصف مادر چقدر شعر بگویم کم است. امروز مادران هستی حیات، چشمه خشک نشونده مهر و محبت فرزندان هستند. شمایان را دوست میدانم و خواستم برای شما یک کمی باشد هم از نام خود قرائت کنم، هم چون مادر دوست میدارم استاد عزیز را. البته خواهر نازنین نیز به ما همچون خواهر هستند. تبریک میگوییم. ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاد است، آغوش مهر کشاد است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجاتی من شد، هر صبح و شام مادر. امروز چخیلی که مادران با یک کلمه دنیا را با ارزش می‌برند که نامشان مادر است. بزرگی مادران در همین است. مادران مهربان، امروز عیدتان مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگویم. هر بار تاکید میکنم، وصف میکنم در وصف مادران: مادر تو شعری بهترینی من، تو عطری یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من، فدای پای قدمان مادران گردم که پیغمبر هم فرمودند بهش در زیر قدمان مادران است. امروز از نام تمام فرزندان، هر یک پدر مادر را، هر یک مادران مهربان را تبریک میگیم. حاضر یکی از فرزندان اصیل شادروز جان زادروز دارن، زادروزشان که تبریک میکنیم. بگذار امروز روز خرسندی مبارک باشد. البته امروز بسیار هم یک روز خرسندی است. 11 ساله شدم گفتن. بگذارم خیلی عمرشان با عمر میخواهیم. بگذار یک شاپسر اصیل شوند، نامبردار یعنی سلاله شوند، فقط تبریک گوییم. امروز روزتان مبارک باشد. یک از آن مرد بچه های دهه آهلیک شوید و فخر همین آهلیک عزیزمان گردید. امروز روزتان، روزی خرسندی را مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگوییم. البته از نام خود، از نام کمپانی شهنام تبریک کردیم. در اینجا باز یک راهبری کمپانی دوشنبه نوا هستند، برادر عزیزی من رامیز اکا. البته اینا با تکلیف نکنیم، اگر این ایواز مرحمت ادب شرکت را تبریک میکنیم. مادرانی مهربان را مرحمت. رحمتی کلام تشکر حسین جان، خوش اومدید. نوری دیده تاجی سر شما را نیز حرمت میکنیم و البته میگن که زن اگر آتش نمیشد خام میماند ایمان. بله زنان، مادران عزیز، عمری دراز بینیتان، بردوام بینیتان. هر کجایی که نباشیدان هم وقت صحت و سلامت باشیدان. میگم که
дар паноҳи худовандигарӣ бошедон ҳама вақт, дар дил чӣ ният дошта бошедон ҳамааш ҷомаи амал бошад, ана ҳамин тавр беҳтарин ашхосо дар назди шумоён бошанд. Ҳар як рӯзи баъд ана ҳамин тавр гузарад мегӯем. Ва албатта пеш аз ҳама мехостем ки бахти занона мегӯянд, женское счастье мегӯем, ана он бахти занона бо шумоён бошад. На фақат 8 март, балки бош 364 рӯз байрам шавад, рӯзи хурсандӣ шаваду ана ҳамин тавр табассумҳои зебо катигаритон мегӯем. бори дигар муборак шавад. Якта мардаба агар бемало бошад зану ба харсаги баланд занем. офарин, муборак шавад. раҳмат. Rahmat, salomat boshan. Дар рӯзи хурсандӣ арзанда суханҳои накӯро шунидан. Албатта, якта суханҳои некро мешунавем. устоди азиз овоз мекунанд. Пас аз он аз ҳар яки шумо мешунавем ки дар зарваракони таърих моҳур месозем. Мо як китоби калонро оғоз кардем ки бо ном яке аз муаллифонаш устоди азизам ҳастанд. Бо зарваракони калон навистем шаҳро аҳроро ва китобашон бо ном Шаҳном аст. ин номро бисёр ҳам бо як доругӯҳар харидан қимат аст. Якта суханҳои неки шумо. марҳамат. Rahmat, tashakkur. Albatta imroz bisyor ham xursandam. Rahmat Husaynjon, baribir hurmat karda omaded. Bisyor surprizi naqsh shud. Salomat boshing. Kuli mardumi sharif Samarqand zan modaronro bo idi bahor, idi guluse bargast tahdil tabrik mekunam. Bigzor ba misli gulhoy zeboyi shukufoni dehay ahali ki zebo sarsabz u khurram sarbaland obod boshan. Zan modaroni ki man imroz dar in korshona huzur doram. خواهر عزیزم ینگ پاشته‌ها شما را با امروز روزی بهار با روز خوشی و خرسندی از تحت دل تبریک میکنیم و مثل امروز زیبا باشید، سربلند باشید، اطرافتان و انا هم خیلی همسراتان شوهربایتان باشند، نبیره‌بایتان باشند، دوستان نزدیکان باشند و نازنین‌های شما را هم با روز 8 مارس تبریک میکنیم. در اینجا رامزان یک گلدسته و تحفه ها آوردگی همین گلدسته ها را با دو نفر اول مادران تقدیم کنیم. یک تا گل رو من عنوین به شمایان مبارک باشد. یک تا خرسک نام میزنه و البته امروز خیلی که گفتیم روزی تولد شادروز جان، یعنی اکنون در چنین روز میگن که اگر حساب کرده برای در دنیا 100% زنها باشد، در روز 8 مارس 35% مردها روز 8 مارس با تولد شدگی ده. نه فقط یک جیانی من شهر با کارگرای ما هستند بسیار طبیعت. برای همین ما شادروز جان را هم تبریک میکنیم. شادروز جان امروز روز تولدتون مبارک باشد. همه نیت‌های نازتون برسید. من میخواهم که شما شاروخ جان، هوروز جان برای پدر جان غیرت پوچه عزیزم قنات شوید. چون که من همه وقت در کجا که نباشم بگم حسین جان همین پوچه هم همه وقت در دروازه‌شون شدگی خانه‌شان و همه وقت دسترخوان، همه وقت مهمان ها نبیره ها هستند. برای همین هر وقتی که خواستیم همین دروازه و در آمده با چهره‌های کشک ما رو پیشواز میگیرن. پوچه بر شما امروز جشن مبارک. من نزدیکی به فوتیت‌های ها کردید، فوتیت‌های ها مبارک باشد. انا همین فرزندان شما با قناعت شوند، شما با بخت و دولت، تیجی، نغزی، نیکی بیارند و همه نیت‌های نغزاتان برسید. چون که انسان مهنت می‌کرده است برای فرزندش ده. دقیقی چند وقت تشویش همش برای فرزند. من امروز من دیدم که چقدر شما کارهای تشکیلی کرده دویده گشتید ده. این کس همه طرفه هم بیزنسمن، هم راننده و حاضر نکردید آشپزی هم کرده ایستادن. دستشون سوق چون که 100% مردهای عالم همین پاوری که کردن دستشون بامزه ده، افخوتشون جدی هم بامزه میشد. یکی از همین ها غیرت پاچه عزیزی من باشن. پاچه جان محترم امروز روزی نغز نیکتان دسترخوان نعمتتان مبارک باشد. شادروز جان 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. میگیم کمپانی شهنام بگذار که کمپانی مشهور دنیاوی شود. حسین جان با شما فخر میکنیم. بسیار خرسند هستیم که شما هم یکی از فرزندان عزیز همین دهه آخری هستید و هر قدر میتوانید در خدمت خلق هستید. میتوانید مراجعت کنید. شهنام در خدمت شما. قد سکایتان. Rahmat, salomat boshan. Marhamat رو می‌کنم. ما بله یک چیز رو گفتم کمتر فراموش شده. زکون زنده تبریک کردیم. شادروز جانم با جشن مولودشون تبریک میکنیم. شادروزش 8 مارس باشدم اصیل فرزند است. برای شادروز یک شعر میگویم. یک جوان شوکی بین خلق بالا کرده سر. با سرفرازی پدر گویم که من دارم پسر. خلق گوید جان پسر استی شود عمرت دراز.
خواب گیری زر گردد رحمت با استاد و پدر میگه یک تا شادوز با قرض بازانه عمری درازی بر دوام دید فرزندی اصیلی کوهن زمین سمرقند شد دویما در خدمت پدرجان و مادرجان عمک و تقاهای خاله ها شد و البته خدمت خلق باشه عمر دراز شد ما در گرد و اطراف تو هستیم поддержка بگم کمک میکنیم دستگیری میکنیم البته همه وقت انا همینتر بهترین شده مبارک شود رحمت سلامت باشن روزی خورسندی مبارک بزم زیبا رو مبارک باد میگویم حاضر پدرها تبریک میکنن نمی دو دقیقه امروز روزی خورسندی برحمت یک تا زخمای تبریک کنیم خود کزار bayramı şu barcha dünyadaki koca kızlarını tebrik ederiz. Şu tufayla bana oğlum ne yapmış şu turbayın kırmızı tebrik ederiz. شادروز تبریک میکنم اما اگه من جمع سیم که کوی نشد امی همش نمیگم رحمت السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان ارجمند رحمت شما و حسین جان برای حرمت کرده آمادگیتان شما با من از این فرصت غنیمت استفاده برده پسرم جان مغز دلم شادروز جان اصل تو برای من مهربان من با این روزی زادروز تبریک و مبارکباد میگویم با تو اولان بار صحت سلامتی عمری دراز میطلبم در دل چی نیت ها داری همه نیت ها یک جمعه عمل بگذار باشد رحمت اما تو شادروز جان الهیم سبده را از نام اهل اویلم و تو عمری دراز صحت سلامتی و با کارهایت همه وقت موفقیت ها میطلبم الهیم عمرک دراز شود شماشون چی؟ فرزانه آی شیر میخونم شرشره آب دیدن کودره داره آنه جان اگر بابام گوش بیاد خنده گیره آنه جان زنجان اینجا دیکتی رو تیار ما وقت داشتیم آفرین آینده ما این کس هم تبریک میگه نه؟ پهلوانی خاندان کنی مرحمت رفزن من شما تبریک آنجانی من مهربانی من ادم کلام گدید بیام کلام گدید منم کلام گدید شب دروی همین آنهای بابای چی کنن شد همین نکه کلام نکنم دارم البته در اینجا نازنین بانو میخواهند برادری خود را تمامی بانوها را تبریک گویند مرحبا Я буду поздравлять на русском. Сегодня в нашей семье двойной праздник. Не только всемирный праздник всех женщин прекрасных и девушек, но и день рождения моего одного из самых любимых братьев. У меня целых 7 братьев. Я люблю их всех очень сильно. Но вам особенно хочу пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Я люблю всех своих братьев и особенно вас. مرحمت رامیزم که یک توی نقضشون بوده است میشنویم شما میدانید که ما در سامانه اینترنتی فیسبوک یک چند گروه ها هستند در اسرائیل، کره، امریکا در همه این گروه ها نام شهنام زود برآمده میستود چرا؟ چون که انا همتر بهترین ها اومده تبریک میکنن سورپرایز میکنن و همه ما البته این چیز به دل نزدیک است و ما از مغز دل جای میگیرد برای همین میخواستم که یک تا گروهی همین اعضای شهنام به یک تا قرصکوی بالا زنه آفرین بهترین ها تمام دنیا و از دیه با شدن برآمده مشهور شدن این هم یک قدرت است ولی با شمایان البته میخواهیم که همه وقت همینطور پیش قدم باشیدون پیش رو باشیدون و کارهاتون بلند کلاها برسد تبریک کنیم شما هم رحمتی تمام سلامت باشن تشکر میگیم امروز که روزی خورسندی است چقدر سخن گوییم کم است البته روزی در اینجا ما سرود شوخ را تیار کردیم یک تا سرود شوخ می شود ما یکان کس نشیده می رقصیم خورسندی میکنیم بعد از آن عکس ها رو با زروارکاری تاریخ مهر می سازیم بعد از آن با ما جواب مرحبا
جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روز نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روز نگویتان مبارک مبارک.